دادگاه نویه دوستی ولایت ختلان ساکن 50 ساله دهه امید جماعت نوزمین ایدیبای رحمتوف رو در لطکوب و شکنجه و تعقیر و با این اعمالش تا به قصد خودکشی رسانیدن امسرش مرادگل کنجای و گناهگار شناخته بر اساس ماده 109 کودکس جنایتی تاجیکستان با جرم به خودکشی رسانیدن به 5 سال زندان نظامش پرزور محکوم کرده است، ولی دادگاه با تطبیق ماده 71 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان جزای تعیین کردهش نسبت به ایدیبای رحیموف را شرطاً به اجرا نگذاشته نسبت به او 3 سال مهلت سنجشی مقرر کرده است. حکم ایدیبای رحیموف هنوز روز 20 ماه سال 2022 صادر شده است، ولی مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان تازه روز 5 آگوست تفصیلات این پرونده را نشر کرده. بر اساس مواد پرونده رحیموف ایدیبای کریموویچ سال تولدش 1965 ساکن جماعت دیوات نوزمین نویه دوستی ولایت ختلان با کنجای و مرادگل جبر قلوونا طریق رسم آیین مسلمانی اویله‌دار شده از زندگی اویلویشان صاحب یک فرزند گردیدند. رحیموف دیده و دانسته که با کنجای و در مناسبت‌های اویلوی قرار داشته اجیت مادی تابع او می باشد. از ماه آگوست سال 2021 منتظم نسبت به کنجای و مناسبت بیرحمانه و بیشرمانه را جایز دانسته شأن و اعتبار او را پس میزند. کنجای و به این کردار شوهرش طاقت نکرده سنه 1 مارس سال 2022 تخمینا ساعت‌های 13:30 دست به سویقصد خودکشی زده در منزل استقامتیش واقع در نویه دوستی جماعت نوزمین دهه امید محلول سرکو یا اکسوس را استعمال نموده بعد به بیمارخانه مرکزی بستری گشتن حیاتش نجات داده شده است. دادستانی نویه دوستی در رابطه با این حالت نسبت به رحیموف بر اساس قسم دوم ماده 109 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز نموده بعد انجام تفتیش پیشکی به دادگاه سپرده است. هر سال در تاجیکستان تا 600 خودکشی و قصد خودکشی ثبت می شود. مشکلات اجتماعی و اقتصادی و جنجال های اویلوی سبب های اساسی خودکشی در تاجیکستان نام برده می شود.